یه روز یه دختر کوچولو داد میزنه مامان بابا شما دوتا کی میخواین دعوا کردن رو تموم کنید. مادرش عصبی میشه و میگه برو توی اتاقت. دخترک با گریه میره توی اتاقش. مرد هر شب که میاد خونه قر میزنه که چرا غذا بدطعم شده. زنش هم شکاکه و همش بهش گیر میده. ول کنید اون زندگیو دیگه. یه شب دختر با ذوق میره پیش مادرش و میگه مامان امروز تولدمه. زن که غرق کاره بی‌حوصله میگه خب خوش به حاله. بعدم مشغول کارش میشه. دختر دلش میگیره و منتظر پدرش میمونه. ولی اون شب اصلا خونه نمیاد. زن فکر میکنه حتما شوهرش داره بهش خیانت میکنه. دیگه تحملش تموم میشه. صبح که مرد میاد دختر با ذوق میپره بغل باباش. یهو صدای شلیک و یه جیغ بلند میاد. دختر کوچولو تیر خورده. مادرش میخواسته پدرشو بزنه اما همون لحظه دختر پریده توی بغل باباش. دختر رو با عجله میرسونن بیمارستان. دختر که به سختی داره نفس میکشه میگه مامان بابا شما دارین گریه میکنین. باباش اشکاشو پاک میکنه و لبخند میزنه و میگه نه عزیزم. دختر با صدای ضعیفش میگه بابا قول بده همیشه مامانو دوست داشته باشی. مامان تو هم همینطور. هر دو قول میدن. دختر میگه مامان سردمه دستامو بگیر. مادر طاقت نمیاره. اشکاش سرازیر میشه. دختر لبخند میزنه و میگه گریه نکن مامان قول میدم خوب بشم. ولی یهو نفسش قطع میشه و چشماش بسته میشه. بچه‌ها آسیب پذیرترین قربانی های دعواهای خانوادگی هستن. حواستون بهشون باشه.